در رو یواشکی باز کردم و شوک بزرگ به هم وارد شد. شوهرم و خواهرم با هم بودن. توی اتاق من و روی تخت من. همین که شوهرم منو دید دستمو گرفت و به سمت خودش کشید و درو بست و رابطه رو با هر دوتامون شروع کرد. ترتیب منو از جلو میداد و خواهرم از پشت. خواهرم جیغ میزد و من تحمل میکردم. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان دکمه سابسکرایب رو بزنید تا من انگیزه بگیرم و ویدیوهای بیشتری براتون تولید کنم. من راهله هستم و 25 سالمه. پدر و مادرم فوت شدن و من و خواهرم با هم توی یه خونه زندگی میکنیم. خونه‌ای که از پدر و مادرم بهمون ارث رسیده. تک و تنها روزامون رو میگذروندیم. خواهرم کلاً دختر بدشانسی بود. همیشه بد میآورد. از ازدواج اولش بگیر تا طلاقش. که کلاً فقط 2 سال تونست با شوهرش زندگی کنه و شوهرش خیلی آدم طمع‌کاری بود. مدام ازش سوء استفاده میکرد. پولی که از ارث پدرش بهش رسیده بود و بالا کشید. همیشه هم با هم جر و بحث داشتن. اصلا باهاش درست رفتار نمیکرد. باهاش یه جوری رفتار میکرد انگار بانکشه. یعنی فقط موقعی که پول میخواد میاد سمت زنش. خلاصه این که بعد از 2 سال عذاب کشیدن بالاخره تصمیم گرفت از این جهنم بیاد بیرون. درخواست طلاق رو داد و به خونه خودمون برگشت. و با هم زندگیمون رو شروع کردیم. خواهرم هم خوشگل بود، هم خوش سلیقه و خوش‌ذوق بود. من همیشه سعی می‌کردم بهش دلداری بدم و بگم اشکال نداره. انشالله خدا بهت شخص بهتری رو میده، شخصی که ارزش تو داشته باشه. ولی اون دلش شکسته بود. توی این مدت من نامزد بودم. عروسیم هم نزدیک بود. خیلی سختم بود که خواهرم رو تنها بذارم. حس می‌کردم توی این مدت واقعا به من نیاز داره. همش داشتم فکر میکردم چیکار کنم خواهرم تنها نمونه. نشستم با نامزدم راجع به موضوع صحبت کردم. بهش پیشنهاد دادم که هممون با هم تو خونه زندگی کنیم. به جای اینکه بریم یه خونه اجاره کنیم، به خصوص که حالا شروع زندگیمونه و کلی خرج داریم. و اینطوری هم با هم زندگی کردیم و هم خرجا رو کمتر کردیم. خلاصه با هر روشی که شده سعی کردم قانعش کنم تا اینکه قبول کرد. خیلی خوشحال بودم که دیگه خواهرم قرار نیست تنهایی بکشه. اوایل خیلی خوشحال بودم و حس می‌کردم همه چیز جفت و جور شده، ولی به مرور زمان اوضاع عوض شد. شوهرم اصلا به وجود خواهرم احترام نمیذاشت. همیشه هم با صدای بلند کاراشو انجام میداد. حتی زمانی که توی اتاق با هم بودیم براش اهمیتی نداشت اگه خواهرم صدامون رو بشنوه. بارها باهاش صحبت کردم که این کار زشته. برمیگشت میگفت من شوهرتم، جوری که دلم میخواد رفتار میکنم. دلم میخواد آزاد باشیم، دلم میخواد لذت ببریم از هم دیگه. چرا باید من جلوی صدامو بگیرم؟ من خوشحال بودم بابت اینکه شریک عاطفیم رو پیدا کرده بودم، ولی از طرفی بابت خواهرم هم ناراحت بودم. ولی خب سعی کردم دیگه حساس نشم و با خودم گفتم خواهرم هم کم کم به این موضوع عادت میکنه. یه روزی دیدم خواهرم ناراحت نشسته بود. میفهمیدم که چون تنهاست داره قصه میخوره. به خصوص که الان مطلقه است و یه بار طعم ازدواج رو چشیده. شوهرم با اون صدای بلندش باعث میشد خواهرم هم تمایل پیدا کنه. و حتی شوهرم هم بابت این وضع ناراحت بود و میگفت احساس معذب بودن دارم. دوست دارم تنها باشیم، از همدیگه لذت ببریم. بنابراین بهم پیشنهاد داد برای 1 ماه بریم ماه عسل. قبول کردم. خلاصه با هم رفتیم مسافرت و کلی بهمون خوش گذشت. جاهایی رفتیم که حتی تصورش هم نمی‌کردم. حس کردم آزاد شدیم. بدون اینکه احساس عذاب وجدان داشته باشم، داشتیم زندگیمون رو می‌کردیم. ولی وقتی که برگشتم متوجه شدم که این موضوع حل نشده و همون آش و همون کاسه. شوهرم ازم درخواست‌های عجیبی داشت. ازم پوزیشن‌های مختلف می‌خواست. و من بهش میگفتم که باید کارهایی انجام بدیم که حداقل صدای کمتری داشته باشه. ولی اون اصرار میکرد. میگفت اینها لذت بیشتری داره و من اینا رو میخوام. یه روزی با خواهرم داشتم صحبت میکردم که برگشت گفت واقعا من دارم اذیت میشم. یه مقدارم رعایت کنید. من کسی رو کنارم ندارم. سعی کنید حداقل صداتون رو بیارید پایین.
واقعا حق داشت. دلم براش کباب شده بود. شوهرم که برگشت موضوع رو باش باز کردم، ولی جوابش منو شوکه کرد. گفت خب چرا خودش بهمون ملحق نمیشه توی اتاق؟ باورم نمیشد که این حرفا رو به من زده. آخه چطور همچین حرفی بهم میزنه؟ بهش گفتم اصلا میفهمی چی داری میگی؟ اصلا این حرفا رو قبول ندارم. سعی میکردم بهش بفهمونم این رفتارش زشته، ولی از دیدگاه اون کاملا عادی بود و من داشتم موضوعات رو بزرگ میکردم. باورم نمیشد که شوهرم داره این حرفا رو به من میزنه. ولی چون شوهرم و دوستش دارم بهش گفتم به موضوع فکر میکنم. روز بعد صدای ناله هاشو بیشتر میکرد. این دفعه این دفعه فهمیدم که از روی عمد این کارو کرد. بهش گفتم بس کن. اون دوباره حرفی که اون روز بهم زد و تکرار کرد. بهش گفتم باشه. با خواهرم صحبت میکنم. روز بعد خواهرم گفت تا کی قراره به این وضع ادامه بدید؟ پیشنهادی که شوهرم داده بود رو به خواهرم دادم و گفتم شوهرم میخواد که ما سه تا با هم باشه. گفت نه اصلا. ولی متاسفانه من داشتم سعی میکردم قانعش کنم و جالبتر از همه اینا اینه که اون قبول کرد. شوهرم از سر کار برگشت و گفت چی شد؟ گفتم قبول کرد. گفت باشه، تو برو برامون یه چیزی آماده کن بخوریم تا من یه مقدار با خواهر تنها باشم. گفتم باشه. وقتی که شربت رو آماده کردم و اومدم دیدم خواهرم صورتش گل انداخته، خیلی زود با هم رفیق شدن و صمیمی شدن و تعجب کردم که چطور میشه به این زودی یخشون آب شده باشه. شک کردم ولی حس کردم انگار خواهرم از خداش بود. من رفتم به شوهرم گفتم بسه، صحبت کردم بسه، فردا باید بری سر کار، پاشو بخوابی. اون شب گذشت ولی من حس بدی نسبت به خواهرم داشتم، تا اینکه یه روزی رفتم برای خونه خرید کنم و هر دوتاشون تو خونه تنها بودن. اومدم پایین که یهو یادم افتاد فراموش کردم کارتمو بردارم. برگشتم خونه، سکوت عجیبی بود. دلم داشت شور میزد. رفتم سمت اتاقم، در یه مقدار باز بود. وقتی صحنه رو دیدم فقط داشتم گریه میکردم. چطور تونست با من این کارو بکنه؟ گفتم زود باش منو طلاق بده، دیگه نمیخوامت. اون قبول نمیکرد. گفتم باشه، من هیچ چیزی ازت نمیخوام، میرم و دیگه اینجا نمیمونم. همین اتفاق افتاد. فکر میکردم که یه شوخی مسخره، ولی بعدش فهمیدم که اینا مدت هاست که با هم تو رابطن و مدت هاست که دارن این کارو میکنن. منو فریب داده بودن، ولی باورم نمیشه. چطور خواهرم تونست همچین کاری با من بکنه؟ اونی که همش بعد شوهرشو میگفت، پیشم گریه میکرد. چطور تونست بهم خیانت کنه؟ منی که مرهم دردش بودم چطور تونست باعث دردم بشه؟ بعد از یه مدت که دیگه نه باهاش حرف میزدم و کلا از پیشش رفته بودم با هم تماس گرفت. گفت که پشیمونه و بیا با هم دوباره مثل قبل زندگی کنیم و از این حرفا. ولی من دیگه دلم شکسته بود و اصلا دوست نداشتم ببینمش. نمیدونم بهش فرصت بدم یا نه. به هر حال اونم خواهرمه ولی نمیتونم ببخشمش. شما بودین چیکار میکردین؟ یه فرصت دیگه میدادین یا کلا طردش میکردین؟ امیدوارم از این داستانم خوشتون اومده باشه. اگه به همچین سبک داستانایی علاقه داری حتما کانال منو سابسکرایب کن.